دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه سیفالدین نظرزاده سابق دیرکتور کتابخانه ملی تاجیکستان و خدای او تاج‌الدین حبیب‌الله را به نقض قانون تنظیم ابدار نمود. خورشید عیسی‌زاده دادرس دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی بعد از ظهر 28 سپتامبر قرار کرد که سیفالدین نظرزاده 12500 سامانی و خدای او تاج‌الدین حبیب‌الله باید 5000 سامانی به فایده دولت جریمه سپارند، اما سیفالدین نظرزاده به این حکم دادگاه راضی نیست. شما خودتان شاهد بودید که ما تمام آن معلومات هایی که پیشنهاد شده بود همه آن را با دلیل های مشخص رد کردیم. شما شاهد بودید. برای همین این باز یک بار دیگر نشان می‌دهد که در سیستم سودی جمهوری تاجیکستان نقصان های خیلی جدی نهفته است. استاد امید دارد که باوری دارد که در زینه‌های بالای دادگاه میتواند که گناهتان را اثبات کنید؟ البته در شرایط تاجیکستان این کار خیلی دشوار است، لیکن ما البته از راه قانون، از راه رعایت قانونگذاری جمهوری تاجیکستان و زینه‌های دیگری سودی مراجعت خواهیم کرد و عدالت را طلب خواهیم کرد. وکیل دفاع سیفالدین نظرزاده میگوید دادگاه از آغاز یک طرفه بود، بعد اکثری طلب‌های آنها برای اثبات کردن بیگناهی زیر حمایش را رد نمود. از آغاز پرونده احساس کرده میشد که مرافع سودی یک طرفه با میلان عیبدارکنی رفته ایستاده است. بنابراین اکثری درخواست ما آید بنابراین برای مثال آورده ممکن یگانه وجهی که مقامات پروکراتور با اون تکیه کرده نسبت نظرزاده پرونده قوه ممکن ماموری آغاز کرده است، این آموزشی 37 صورت لوحه‌ای همون که مهمانان در همون توی اشتراک نمودند. یعنی از صورت لوحه‌ها دیده میشد که بسیاری آدمان پر شناخته نمیشد، همچنین یک چند نفران تکرار به تکرار حساب کرده شده است. هرچند ما بنابراین از سود طلب کردیم که در اکسپرتیز یعنی تشخیص صورت شناسی حساب کنی تعیین کرده شود و چند نفر در همین در همین آش نکاح اشتراک کرده است معین کرده شد. سود از این حالت سرکشی کرد. سیفالدین نظرزاده میگوید از حکم دادگاه راضی نیست و از بالای آن به زینه‌های بالای دادگاه شکایت کاساسیونی خواهد برد. ضمناً سیفالدین نظرزاده از اولین منصبداران تاجیک است که برای نقض قانون تنظیم از مقامش برکنار شد و همکنون دادگاه او را برای این کار جریمه کرد. مولا رجب یوسفی، امرالدین عالموف، آزادی، دوشنبه.